سلام، امیدوارم خوب باشین. من چند روز پیش تصمیم گرفتم که آهنگ مری گو راند آف لایف از انیمه هاوز مووینگ کسل رو کاور کنم با آکاردمون. بعد گفتم که از این فرایند کاور کردن فیلم بگیرم. این شد که گفتم این دوربین رو بذارم اینجا که از این فرایند فیلم بگیرم. بریم ببینیم چطوری میشه. اگه خوشتون اومد بازم از این کارا میکنیم. خب خورد پلی میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی مهمه که بتونید بخونیدش. مهمترین نکته در گوشی زدن اینه که بشه آهنگ رو با خودتون بخونید. خب این دوبلوته. ما اول میریم سراغ بالایی. پایینیه رو بشنویم. دارارارارارا اون میگه دارارارارا این میگه دار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 ا. بس این صدای پایینش. بالای میگه دوبلش احتمالاً بعدش خیلی خب. قبل از اینکه ادامه بدیم یه بار گام رو چک کنیم که ببینیم. خب گام سول مینوره که هارمونیک میشه یه جاهایی. این درجه هفتمش خیلی مهمه که اول از همه گام رو پیدا کنید و بعدش دیگه شروع میکنید حد زدن ملودی. تم اینجا خیلی قشنگ سه تا نوت اول میگیره. خب این صداش درست. آرپژ سول مینور. پس شد چی؟ دا 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 پس شد کلش با هم. خب این تا اینجا. اینم بگم من نمیخوام کلشو بزنم، اون تم اصلی رو فقط میخوام. دا 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 را را را. یه بار دیگه. دا را را. یه بار. یه بار دیگه. پس شد.
بریم چی یادمون موند. اینش چنگه یا اونم با سیاهه، یعنی میگه دارارارا یا میگه دارارارا. اوکی چی؟ یه ذره تندتره دی دا دا دا. پس باز یادم رفت ریتم اینجا رو. یه بار دیگه. کل تمو بکنم بریم ادامهش. من تیکه تیکه باید قطع کنم که چیز نخوریم تو یوتیوب. خب تقریبا ملودی رو در آوردیم، حالا یه تیکه‌ایش مونده فکر میکنم از تم اصلی، چون میگم ما کلش رو نمیخوایم بزنیم، کلش خیلی طولانیه و من فقط میتم اون وسط رو میخوام بزنم. حالا بریم سراغ آکورداش. خب برای آکورداش دست چپش من یه قلم و کاغذ آوردم، چون اون بار اولی که گفتم گوش بدیم و اینها من که گوش دادم دیدم آکورداش خیلی زیادن، واسه همین گفتم که بنویسم. پیشنهاد میکنم شما بنویسین اگر که خواستین آهنگی رو گوشی بزنین و حالا من روی در واقع ویدیو هم میذارم آکوردار. یه چیز دیگه، آکوردار که من گوش میدادم خیلی بعضیاش واقعا 4 صداییه، تنشن داره، نهم داره، 11 داره، 13 داره حدوداً. البته نمیدونم دقیقاً همینا رو داشته باشه، چیزهایی که میشنوم بیش از 3 صدا در واقع و تنشن دارن. من دارم الان فعلا سعی میکنم که همه آکوردها رو خیلی ساده نگه دارم، در حد ماژور، مینور، نهایتاً دامینانت 7 نگه می‌داریم که کارو برای خودمون سخت نکنیم. حالا اگر خواستیم در واقع همینجوری هم میخوام کاورش کنم، چون نمیخوام خیلی پروژه بزرگی باشه برام، کاور دیگه این شکلی حواستون باشه که ممکنه آکوردها دقیقاً اون چیزی که در واقع کامپوزر نوشته نباشن، اون چیزی که ما میشنویم و میخوایم بزنیم. بریم ببینیم چه خبره. خب حواستون باشه که گام سول مینوره، قبلش فهمیدیم اینو و احتمالاً این آکوردم سول مینوره. بله چند میزان میزنه خالی، یعنی ملودی نمیزنه زیرش. 4 تا که رو چهارمی شروع میکنه اگه 3 4 در نظرش بگیریم، یعنی میگه حالا نمیدونیم. پس اولی میشه سول مینور، چند تا 4 میزان اگه 3 4 ببینیم قضیه. بریم عقب‌تر. بابا 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 یه ذره خیلی دیگه گوشیه اینقدر. باسه دوه احتمالاً آکوردش دومینوره. بعدش میره رو ره، یعنی یه دونه دومینور داریم. یه دونه ره ماژور میشه درجه پنجمش، چون هارمونیکیم احتمالاً ماژور دیگه. یه بار چک کنیم، اول بخونیم باهاش چون این برام هنوز تمرین نداریم. دوباره برمیگه رو سول را، سولش دوتا میشه. پس شد یه دونه دومینور، یه دونه ره، یه دونه هم سول مینور، البته دوتا. یه بار از بریم.
بی را 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 ری را 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 با را را. احتمالاً دو مینور. دام بام بام. بله چهارم میره پایین، یعنی دو فا سی بمول. پایین ترم میره. نه سی بمول دوتا، سی بمول دوتاست. پس بعد از این میشه دو مینور فا ماژور سی بمول ماژور دوتا. یه بار بخونیم بزنیم ببینیم چی شد. سول مینور کجایی؟ ادامه ماجرا. پنجش درسته شد. 4 تا سول مینور اینترو ماجرا قبل از اینکه در واقع ملودی بیاد. بعد یه دونه دو مینور، یه ره ماژور، 2 تا سول مینور، یه دو مینور، یه فا، 2 تا سی بمول. می‌نویسم رو صفحه، می‌نویسم اصلا چیز نکن. خب بریم ادامهش. چه شانسی اومدم. میه هرچی هست احتمالاً بعد از اون سی بموله باید بپریم به می. سر پرشش سخت میشه، ولی می چیه رو نمیدونم، یعنی باس میه یا آکوردش هم میه. به نظر میاد که میگی میم، ولی چه میتونه باشه؟ دوباره گوش بدیم. میه و سول مینور. این نباید بریم، اگر آکاردئون نیستید نباید بریم تو ردیف می. ردیف سول مینوره، یعنی مثلا آکورد سول مینوره باسش میه. عجب. پس آکورد سول مینوره در واقع، ولی اسلش کورد می نویسیم دیگه. سول مینور می. در واقع 4 صدایی داریم میزنیم. حالا اسلش کورد هم ننویسیم، اسلش کورد بنویسیم یه ذره راحت تره برامون. ولی خب این در واقع آکورد 4 صداییه که نمیخوایم واردش شیم. چه مدل از 7 میشه اینجا بازش کرد، ولی نمیخوایم سختش کنیم. بریم ادامه. پس شد سول مینور اسلش می. یه بار دیگه بریم از اول، یادمون نره چیکار کردیم. چقدر سخت میشه. یه دونه‌شو بلدیم. ادامه‌اش چی بود؟ لا باس بعدش. احتمالا لا ماژور حتی. لا ماژور. پس میشه دارا دارا. باشید. دوباره یه ره مینور. دارا دو ماژور بعدش. آره بعدش میشه فا و دو و فا ماژور، دو ماژور. آخری مطمئن نیستم.
آخر شک دارم ضمن اینکه این فا نیست. سی بمول 2 چقدر زیاده آکوردش. وای گم شد. دا را 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 لا به ره مینور ختم میشه ولی با جفت باساش ره هست. دی را دا دی دا ولی دی دا دا. این یه صدای میشه چی؟ میشه ره ساس فور. ره ساس فور یا میتونیم بگیم لا ساس توی بخشی سول ساس توی معکوس. اینجوری یعنی که خب از ره میگیریم پس همون ره ساس فور میگیریم بعد دوباره ره مینور. تا این ساسه رو چجوری بگیریم تو تمرینا باید بزنم ببینم که اصلا ارزش داره یا نه. در نهایت میتونیم که ساس نبینیمش ماجرا رو. آره خب من یه ذره تمرین کردم. اول از همه این که اون آکورد آخر که گفتم ره مینوره، چون اینجا ره مینور نوشتم فکر کنم که اشتباه گفتم، ره ماژور باید باشه یا ره 7. اما اون ره ساس فوره رو چیکار کنیم؟ یعنی این که میخواد حل بشه رو اینو چیکار کنیم؟ ره ساس فوره رو چون در واقع آخر آهنگه و اون حالات ریتمیکو نداره، توی آکاردون ما اگه بخوایم ساس فور بگیریم 3 تا باس رو پشت سر هم بگیریم ساس فور به ما میده، ساس فور باس وسطی رو به ما میده. یعنی من اگه مثلا بیام اینجا ره رو پیدا کنم، خب باس بالایی و باس پایینیشو با هم بگیرم، ره ساس فور به من میده که البته حالت پایه نیست، حواستون باشه که حالا ساس ها رو وقتی در واقع معکوس میکنید عوض میشن، ولی به هر حال این نزدیکترین آپشنیه که ما میتونیم توی چپ آکاردون داشته باشیم. پس ما اینجوری میزنیمش چون اون حالت ریتمیک هم نداره و میخوایم تمامش کنیم، میتونیم بگیم دی دا دی دا و اینجوری قراره بزنیمش. میگم قرار نیست خیلی پیچیده‌اش کنیم، فقط قراره کاور در بیاد و اجراش کنیم. دیگه این دفعه میرم تمرین که بعد از این اجراشو براتون میذارم. خب قبل از اینکه ویدیو اجرای اصلی رو ببینیم لطفاً برام کامنت بذارید، بهم بگید که این ویدیوها رو دوست دارید یا نه، ادامهش بدیم یا نه. چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو هم لایک بزنید. مرسی.